سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که بهتون قول داده بودم قرار بود براتون ویدیو آپلود بکنم و این ویدیویی که الان دارم قرار میدم توی پیج و براتون دارم ضبط میکنم یه قسمت از اتفاقایی هستش که افتاده و قسمت‌های بعدی رو هم حتما توی چنل قرار میدم. از اونجایی شروع کنم که چطور شد من وارد برنامه زن روز شدم. من واقعیتش خیلی نگاه نمی‌کردم بخاطر اینکه فرصتی نداشتم و هم فقط توی اکسپلور اینستاگرام ریلزا رو می‌دیدم که مربوط به برنامه زن روز بود و یه روز خواهرم برام فرستاد، گفتش که برنامه تموم شده، دارن تست میگیرن از دخترای مختلف، دوست داری شرکت بکنی؟ گفتم آره چرا که نه. به پیج زن روز کانتکت پیام دادم و بلافاصله هم جوابمو دادن. یه سری چیز داشتن برام فرستادن، یه سری اهل کجا هستین، چند سالتون هستش، اینا رو براشون پر کردم، فرستادم و برام شماره واتساپ ارسال کردن. اونجا ازم یه ویدیو خواستن، براشون ویدیو رو فرستادم و اینطوری شد که منو برای روز مصاحبه دعوت کردن. خب روز مصاحبه من واقعا مردد بودم که اصلا از همون اول، از همون ابتدا مردد بودم. نمیدونستم که واقعا برم شرکت کنم یا نه، ولی همسرم خیلی خب منو هول میداد به سمت اینکه وارد این راه بشم و برم و میگفتش که خب تو از اونجایی که به خودت ایمان داری و همه ما هم به تو ایمان داریم و تمام دوستات، تمام خانواده، تو از پسش برمیای. این حس واقعا حس خوبی بود که میدیدم همه پشتم هستن و این اعتماد به نفس رو به من میداد که توی این برنامه شرکت بکنم. برای مصاحبه رفتم و یه چیز جالب بگم، روز مصاحبه یاسمنم اونجا بود، کفشمون با هم دیگه یکی بود. حتی از طرف یکی از تهیه کننده ها بهم تیکه هم انداختن، گفتن که این کفشا رو کجا میفروشن؟ گفتم که از زارا خریدیم و این خیلی بد بود برای من خیلی احساس خجالت کردم اونجا. ولی خب دیگه من نمیدونستم واقعا یاسمنم اونجوری پوشیده، یاسمنم نمیدونستم، ما اونجا اصلا همدیگه رو نمیشناختیم. صحبت کردیم، تیم کارگردانی بود، الهه بود، یه چند نفر دیگه اونجا بودن و به من گفتن که ما داریم برنامه جدید رو شروع میکنیم، داریم تست میگیریم از دخترای مختلف. از من یه سری سوالات پرسیده شد، بهشون جواب دادم و گفتن که خب شما تشریف ببرید، ما باهاتون در تماس هستیم. من برگشتم ولی خب واقعا همچنان مردد بودم. اصلا نمیدونستم که حتی اگر با من تماس بگیرن توی این برنامه شرکت بکنم یا نه. روزها میگذشت، هر از گاهی واقعا چیز میکردم با خودم، میگفتم که برم نرم چی کار کنم. پیام میدادم به اون خانومی که باشون در ارتباط بودم چی شد، نتایج نهایی مشخص شد یا نه. هر چی نزدیکتر میشد به اون تاریخی که به من اونجا گفته بودن که تاریخ شروع این تایمه و ما تا اون زمان به شما میگیم که آیا شما واجد شرایط هستین یا نه. بهشون یه چند باری پیام دادم و به من گفتن که هنوز مشخص نیستش. هنوز مشخص نبود تا یک روز قبل از اینکه من وارد برنامه بشم. یعنی من اینطور فکر میکردم. واقعیتش اینطوری شد یک شنبه شب که همه جا بسته است با من تماس گرفتن، گفتن که شما سه شنبه باید وارد برنامه بشید و یک شنبه قاعدتا همه جا بسته است، شما اصلا نمیتونی بری از جای چیز خاصی تهیه کنی. فقط من 1 ساعت فکر میکنم تایم داشتم، یعنی ساعت 9 اینا بود که با من تماس گرفتن. من رفتم یه چند تا چیز خیلی کوچولو، یعنی مثلا یه کیف، یه دونه مثلا اکسسوری، اینو خریدم و بلافاصله درا رو بستن و اصلا اینجا 9:45 که میشه میبندن کلا درای مالا رو و ما اومدیم بیرون. من با رئیسم صحبت کردم چون من مدیر یه دپارتمان هستم، باید اول هماهنگ بکنم که من یه کسی رو جای خودم بذارم اونجا و اینکه ایشون گفتن که خب تو قرار بود که 1 هفته تا 10 روز قبلش به من خبر بدی، چرا انقدر دیر، چه اتفاقی افتاده؟ گفتم که خب واقعا منم نمیدونستم، اینطوری شد با من تماس گرفتن و اینا و اونم میدونست که من قلبا دوست دارم توی این برنامه شرکت کنم. خیلی براش ذوق داشتم، برام مهم بود، واقعا برام مهم بود. و بعد گفتش که خب از اونجایی که میدونم چقدر برات مهمه، ازت خواهش میکنم فردا رو بیا، چون هیچ کسی نیستش که به غیر از تو، چون من مسئول اون شعبه هستم، هیچ کسی نیستش که به غیر از تو اونجا باشه. فردا رو بیا و ما بعد اون روز که تو اومدی کارا رو انجام میدیم، یه نفر به جای تو برای روزهای بعدی میفرستیم. منم گفتم باشه. روزی که من اومدم سر کار تا ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی دوشنبه 5 بعد تا 5 بعد از ظهر من سر کار بودم. از 5 بعد از ظهر به بعد تا 10 شب من و همسرم وقت داشتیم که چند تا آیتم بخریم.
از 10 تا کانسپتی که به من گفته بودن میتونی آماده کنی با خودت بیاری، چون خیلی دیر گفته بودن دیگه. منم اصلا فکر نمی‌کردم. من فکر می‌کردم همه دخترها شرایطشون با من یکیه. فکر می‌کردم همه 1 روز قبل فهمیدن. اصلا نمیدونستم که خیلی از دخترها 1 هفته قبل، 10 روز قبل، 12 روز قبل از این قضیه خبر دارن. من روحم هم خبر نداشت، وگرنه چرا باید خودم رو توی همچین شرایطی قرار میدادم. خلاصه من یه سری از آیتما رو خریدم و به همسرم گفتم که خب عیبی نداره، مشکلی نداره که من که رفتم اونجا با همدیگه در تماس هستیم. و اینکه وقتی که فیلم برداری تموم میشه خب تایم داریم، از صبح تا شب که فیلم برداری نیست قاعدتا. فیلم برداری که تموم شه ما تایم داریم، من میام بیرون میریم خرید میکنیم، یا اگرم نتونستم بیام بیرون آیتما رو دونه دونه برات عکس میگیرم، تو میری برام خرید میکنی. ای دل غافل. کاش که واقعا اینطوری بود. روز اول شد، من وارد برنامه شدم، لباسمون رو پوشیدیم، لباسی که من حتی اون روز پروبم نکرده بودم، فقط دیدم سایز 34 و برداشتم. رنگش هم واقعا اونجا یه رنگ دیگه بود. اونجا به خاطر نورا، یعنی توی برنامه زن روز به خاطر نورایی که هست اصلا رنگا یه شکل دیگه نشون داده میشه. و اینکه پوشیدیم، لباسامون رو آماده شدیم. از این نگم که چقدر اون روز اذیت شدیم، بارون گرفت، بیرون موندیم، موهامون به هم ریخت و اینا. حالا اینا رو بگذریم. تموم شد و من گفتم خب خدا رو شکر من الان برم وسایلمو جمع کنم و برم خونه که برای خریدای کانسپت‌های بعدی. به من گفتن که نه اصلا همچین چیزی نیست، برید آماده شید برای برداشت بعدی. گفتم یعنی چی؟ مگه میشه؟ من اصلا نمیدونستم این قضیه رو. گفت نه ما در روز چند بار برداشت داریم، چطور شما نمیدونستی؟ گفتم من روز مصاحبه از گروه کارگردانی پرسیدم، گفتم که در روز چند بار برداشت داریم و آقای کارگردان بود یا تهیه کننده بود دقیقا نمیدونم، برگشت گفت اگر میخوای بیا بشین جای من. اینا رو که ما همشو به تو نمیتونیم بگیم، هر وقت که انتخاب شدی اون موقع بهتون میگیم. وقتی من انتخاب شدم کسی راجع به این موضوع هیچ چیزی به من نگفت. منم آدمی نبودم که واقعا از قبل پیگیر این برنامه باشم یا با کسی کانکشن داشته باشم که بخوام این موضوع رو بدونم. واقعا اونجا انگار آب جوشو ریختن توی سرم. نه راه پیش داشتم نه راه پس داشتم، به خاطر اینکه تعهدی که قرار بود بدم و داده بودم همون روز اول از ما گرفتن و من نمیتونستم هیچ کار دیگه ای بکنم، چون این کار یک بچه بازی نبود. تو وقتی که یه تعهدی رو میدی اونجا دیگه نمیتونی زیرش بزنی و بگی خداحافظ من دارم میرم. این کار عواقب قانونی داره و تو مجبوری که اونجا بمونی. به جای اینکه زانوی غم بغل بگیرم و گریه بکنم، یه تماس با همسرم گرفتم و گفتم که شرایط اینطوری هست. سعی کردیم که تا اونجایی که میتونیم با هم دیگه مدیریتش بکنیم. یه سری از لباسام که سفارش داده بودم از ایران برای یه سری از کانسپت‌های خاص مثل وگ 2035 به دستم نرسید تو اون زمانی که انتظار داشتم، به خاطر اینکه تایملاینی که من چیده بودم با اون چیزی که اونجا اتفاق افتاد خیلی فرق میکرد و شد اون چیزی که نباید میشد. من خودی که واقعی نبود رو نشون دادم، یه سری استایلایی زدم که من نبودم واقعا و هیچ چاره دیگه ای نداشتم متاسفانه. بچه این ویدیو یه کوچولو طولانی شد و اینکه من مجبورم اینجا استاپ کنم، ولی ماجراهای بعدی رو توی پارت‌های بعدی قرار میدم. حتما دنبال بکنید که تمام موضوعها و تمام اتفاقهایی که افتاد و دلیل اینکه من از برنامه اومدم بیرون و چطور شد که واقعا خودم خواستم دخترا به هم رأی بدن که از برنامه بیام بیرون رو براتون تعریف میکنم. خیلی مرسی از نگاه‌های زیباتون. میبوسم.